سلام، خیلی خوش اومدید. قراره که امشب یه برنامه بسیار پرهیجان رو با هم دیگه ببینیم. رضا صادقی یه روز توی استوریش نوشته بود شروع میکنیم روزگار رو کنار هم، با هم، برای هم. منو از طوفان نترسون. مهمون امشب برنامه خود طوفانه، پس منو از طوفان نترسون. خانوم ها، آقایان، معرفی میکنم سوپر استار مدلینگ ایران، خاص و هیجانی، تحت تعقیب تمام رسانه های مختلف، به افتخار سرکار خانوم مائده زمین. هم خانومی هم دافی زیر سن قانونی هم دافی میکاپ کنی هم دافی آرایش پاک کنی هم دافی. سلام خانم مائده، خیلی خوش اومدید، خیلی افتخار دادید. واقعا قراره با این برنامه، با این مهمونی که خود طوفانه، یه برنامه بسیار پرهیجان بسازید. شما به من لطف دارین. خواهش میکنم اگر میشه لطفا با حضار و بیننده‌های توی خونه سلام علیک بکنیم و برنامه رو شروع. خیلی ممنون. سلام، خیلی خوشحالم که امشب پیشتونم. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشید. شما با این موزیک پیشرفت کردید یا این موزیک با شما پیشرفت کرد؟ شکست نفسی کنم. هر دوم با هم پیشرفت کردیم، با هم کمک کردیم. خانم مائده، یه بند موزیک بسیار خاص داریم. بچه‌ها همه تینیجر ولی فوق حرفه‌ای. دقیقاً تینیجرها حرفه‌ای ان. دقیقاً. یه برنامه باشون داشته باشیم، برنامه خودمون رو شروع کنیم. موافقید؟ باعث افتخاره. بله. به افتخار هومن سلیمی. ما الان میخوایم بدونیم که با چه دهه‌ای داریم صحبت میکنیم، چون برای خانم‌ها خیلی سخته که بگن متولد چه سالی هستن. اگر راحته براتون بفهمید، اگر نه حداقل بفهمید تو چه دهه‌ای هستید. 9/10/74 است. اصلا برام سخته. ماهی 74 دهه 70 به افتخارشون خواهش میکنم. چند سال تلاش کردید که به اینجا برسید؟ من از 16 سالگی شروع کردم و خب اون موقع که من شروع کردم مثلا خیلی نمیدونستن که همچین کاری وجود داره. به چشم شغل من رفتم جلو، یعنی قشنگ درآمد داشتم ازش. یعنی جایی آموزشگاهی داره برای این کار یا خودجوشه؟ من خودم استارتش اینطوری بود که مادر دوستم میکاپ آرتیست بود و به من گفتش که حالا شما یه خورده فیست خوبه، بیا مدل من شو. برای اولین بار رفتم مدل ایشون شدم. بعد اونجا تو سالن میکاپ آرتیستای دیگه گفتن که واسه ما هم بیا. من اون موقع نمیدونستم، بهم گفتن که چقدر میگیری. اونجا فهمیدم با پول بگیرم. از اون روزی که دوست مادرتون میکاپ آرتیست بوده تا امروزی که الان اینجا نشستید، این پروسه زمانیش چقدر بوده؟ 29 سالمه، اون موقع 16 سالم بود. ریاضیم هم که ضعیف ای گفتیم. تقریبا 15 سال. تقریبا 15 سال. تقریبا 15 سال شما این مسیر رو طی کردید تا به اینجا برسید و بسیار موفق شدید. خب خیلی از خانم‌های دیگه هستن که شاید
هم فیس شما یا حتی بهتر از شما هم هستن و فعالیت هم کردن توی این زمینه، موفق نشدن. دلیل موفقیت شما چی بود؟ این که شما میگه من موفق شدم که شما لطف داریم، سلامت باشید. البته اینی که من نمیگم. نه به نظر خودم موفق نشدم، چون من یه سری نه واقعا نشدم. اصلا تارگت من این نبود. یه سری چارچوب داشتم که فضای مجازی از اون چارچوبای من دور شد و من هی عقب رفتم، به خاطر اینکه تایپ شخصیتیم خیلی فرق می‌کرد، خیلی کارا رو دوست نداشتم انجام بدم. ویدیو اینستاگرام خیلی تاثیر داره تو این کار. یه سری با یه سری از طرز فکرهای دیگری اومدن و اصلا کسی رو دیس نمی‌کنم، مدلشونه. اونا ویو رو گرفتن و اینطور شد که من نسبت به چیزی که تو ذهنم بود و فکر می‌کردم که خب میتونستم جلوتر باشم عقب موندم. این تارگت من نبود. شما لطف دارید من میگی موفق شدم. سلامت باشید. البته اینو که من نمیگم، تمام کسایی که توی صنف شما فعالیت میکنن، خب من تحقیق کردم و از زبون خیلی ها اینو شنیدم. اسم شما و 2 نفر دیگر رو می آوردن و خب شما با موزیکی که برای ورودی شما پخش شد خب خیلی معروف شدید، خیلی محبوب شدید. و اینکه حتما شما یه جایی گفتید که من کسی رو دیس نمی‌کنم. این دیسی توی کامنت ها برای شما هم اتفاق افتاد؟ یعنی مردم با شما زاویه گرفتن یا اینکه نه از اول پذیرفتن شما؟ اصلا من اگر بگم که از 100 نفر شاید یک نفر به من فوش بده، اونم پیج فیک، معلوم نیست که به همه میگه پر بوده. آره از اونا که به همه یعنی میگه. کامنت منفیم خیلی کمه، خدا رو شکر. دایرکت ولی خب خدا رو شکر. آره خب چون که تو حاشیه نبودم، خیلی سعی کردم تو حاشیه نبودن باعث میشه که خب کمتر هم دیده بشه، ولی خب اینو داشته باشم که آرامش داشتم. آیا به خاطر فیستون خانم مائده و فعالیتتون، صنف کاریتون و این همه جلوی دوربین بودید، آیا تا حالا بهتون پیشنهاد همکاری توی فیلم ها رو دادن؟ سریال، فیلم؟ قبول کردی؟ نه. چرا؟ چون که پروسش خیلی طولانی بود و اون چیزایی که تو ذهنم بود و نمیتونستم، الان وقتش نبود. یه سری کارها دارم انجام میدم که نمیتونستم تو مسیر بازیگری برم. اینو خیلی قشنگ گفتید، خیلی باهوش، خیلی باهوش این جمله رو گفتید. یعنی الان وقتش نبود، یعنی هنوز کارگردانا رو، تهیه کننده ها رو از خودتون نروندید. یعنی تو خدا منو فراموش نکنید. خیلی خوب بود. چند سال تلاش کردید که به اینجا برسید؟ من از 16 سالگی شروع کردم و خب اون موقع که من شروع کردم مثلا خیلی نمیدونستن که همچین کاری وجود داره. به چشم شغل من رفتم جلو، یعنی قشنگ درآمد داشتم ازش. یعنی جایی آموزشگاهی داره برای این کار یا خودجوشه؟ من خودم استارتش اینطوری بود که مادر دوستم میکاپ آرتیست بود و به من گفتش که حالا شما یه خورده فیست خوبه، بیا مدل من شو. برای اولین بار رفتم مدل ایشون شدم. بعد اونجا تو سالن میکاپ آرتیستای دیگه گفتن که واسه ما هم بیا. من اون موقع نمیدونستم، بهم گفتن که چقدر میگیری. اونجا فهمیدم با پول بگیرم. از اون روزی که دوست مادرتون میکاپ آرتیست بوده تا امروزی که الان اینجا نشستید، این پروسه زمانیش چقدر بوده؟ 29 سالمه، اون موقع 16 سالم بود. ریاضیم هم که ضعیف ای گفتین. تقریبا 15 سال. تقریبا 15 سال. تقریبا 15 سال شما این مسیر رو طی کردید تا به اینجا برسید و بسیار موفق شدید. خب خیلی از خانم‌های دیگه هستن که شاید هم فیس شما یا حتی بهتر از شما هم هستن و فعالیت هم کردن توی این زمینه، موفق نشدن. دلیل موفقیت شما چی بود؟ این که شما میگه من موفق شدم که شما لطف داریم. سلامت باشید. البته اینی که من نمیگم. نه به نظر خودم موفق نشدم، چون من یه سری نه واقعا نشدم. اصلا تارگت من این نبود. یه سری چارچوب داشتم که فضای مجازی از اون چارچوبای من دور شد و من هی عقب رفتم، به خاطر اینکه تایپ شخصیتیم خیلی فرق می‌کرد، خیلی کارا رو دوست نداشتم انجام بدم. ویدیو اینستاگرام خیلی تاثیر داره تو این کار. یه سری با یه سری از طرز فکرهای دیگری اومدن و اصلا کسی رو دیس نمی‌کنم، مدلشونه. اونا ویو رو گرفتن و اینطور شد که من نسبت به چیزی که تو ذهنم بود و فکر می‌کردم که خب میتونستم جلوتر باشم عقب موندم. این تارگت من نبود. شما لطف دارید من میگی موفق شدم. سلامت باشید. البته اینو که من نمیگم، تمام کسایی که توی صنف شما فعالیت میکنن، خب من تحقیق کردم و از زبون خیلی ها اینو شنیدم. اسم شما و 2 نفر دیگر رو می آوردن
و خب شما با موزیکی که برای ورودی شما پخش شد خب خیلی معروف شدید، خیلی محبوب شدید و اینکه حتما شما یه جایی گفتید که من کسی رو دیس نمی‌کنم. این دیسی توی کامنت ها برای شما هم اتفاق افتاد؟ یعنی مردم با شما زاویه گرفتن یا اینکه نه از اول پذیرفتن شما؟ اصلا من اگر بگم که از 100 نفر شاید یک نفر به من فوش بده، اونم پیج فیک، معلوم نیست که به همه میگه پر بوده. آره از اونها که به همه یعنی میگه. کامنت منفیم خیلی کمه خدا رو شکر. ولی خب خدا رو شکر. آره خب. چون که تو حاشیه نبودم، خیلی سعی کردم تو حاشیه نبودن باعث میشه که خب کمتر هم دیده بشه، ولی خب اینو داشته باشم که آرامش داشتم. آیا به خاطر فیستون خانم مائده و فعالیتتون، صنف کاریتون و این همه جلوی دوربین بودید، آیا تا حالا بهتون پیشنهاد همکاری توی فیلم ها رو دادن؟ سریال، فیلم؟ قبول کردی؟ نه. چرا؟ چون که پروسش خیلی طولانی بود و اون چیزایی که تو ذهنم بود و نمیتونستم، الان وقتش نبود. یه سری کارها دارم انجام میدم که نمیتونستم تو مسیر بازیگری برم و از اینو خیلی قشنگ گفتید، خیلی باهوش، خیلی باهوش این جمله رو گفتید. یعنی الان وقتش نبود، یعنی هنوز کارگردانا رو، تهیه کننده ها رو از خودتون نروندید. یعنی من دقیقاً گفتم تو خدا منو فراموش نکنید. خیلی خوب بود. و اینکه یعنی هنوز فرصت دارن که اگر توی فیلم و سریالی بخوان از شما استفاده کنن، هنوز میتونن پیشنهاد بدن. یعنی قطعی شما اون موقع اون تایمو نداشتید که برای فیلم و سریال فکر بکنید. واقعیت اینه که من خودم رفتم کلاس بازیگری، حالا بخوام صادقانه بگم که حالا فکر نکنن که وای مثلا فلان کار کلاس آدم معروفی. بله رفتم. میتونید اسمشو بگید؟ حالا نگیم چه کاری. بله. چون نتیجهش تهش به جای خوبی نمیرسه نگیم. رفتم کلاس بازیگری و اونجا تایید شدم، گفتن که همه اون آیتمایی که می‌خواستن داشتم. بعد که داشتم تو راه میومدم برمیگشتم خونه، خیلی هم خوشحال بودم، مثلا به مامانم میگم وای من بالاخره میتونم به رویام برسم. یهو به این فکر کردم که خب من تو این مسیر نمیتونم درآمد داشته باشم فعلا، و تو این یکی مسیری که هستم و به لطف شما که میگین در حال حاضر موفق هستم درآمد دارم. لطف خدا بوده به شما. بله واقعا لطف خدا بوده. گفتم خب خیلی ببخشید احمقانه است که الان کاری که دارم ازش پول در میارم و ول کنم و برم توی کاری که واقعا رویای بچگیم بوده ولی خب درآمدی توش ندارم. اینه که رویامو گذروندم، گفتم من نمیتونم بیام، ببخشید. بعد دیگه بچه‌های اتاق فکر قبل از اینکه شما بیان یه سوالی رو مشترک میگفتن که ما از شما بپرسیم. خب صفحه اینستاگرامشون بسیار صفحه بزرگی توی اینستاگرام، یه پیج خیلی بزرگ و قوی دارن و خیلی از موزیکا رو داب اسمش کردید. بچه‌ها این سوالو داشتن از شما که آیا شما تمام این موزیکا رو حفظید؟ بله من یه سری موزیکا رو حفظم که خودم نمیدونم که شنیدم. مطمئن میگید بله؟ چون اینجا قراره یکی از آیتمامون با شما یه چالش اینجوری بریم. پس حالا یه ذره کم و زیاد فکر کنم حفظم. تو اون کلاسای بازیگری که رفتید الان میپردازیم به اون ور، ولی الان یه قصه ای داریم اینجا. شما این کلاسای بازیگری که رفتید خب بالاخره شما خیلی سخت کارتون به خاطر اینکه بسیار تایم کوتاهی دارن که موضوع رو به مخاطب بفهمونن با میمیک صورت و رفتار و زبان بدن خیلی کم، به دلیل اینکه خانم هستن و به خاطر محدودیت هایی که وجود داره. قاب معمولاً بسته است و ایشون مجبوره که توی اون 15-20 ثانیه، چون توی این پلتفرما خیلی زمان بندی خیلی مهمه که توی اون تایم برسونید. شما وقتی یه فیلمی رو میسازید شاید 2 ساعت 1 ساعت وقت دارید که جمع‌بندی کنید اون موضوع رو به مخاطب برسونید، ولی توی صنف شما زمان خیلی کوتاست، کمتر از 1 دقیقه است عموماً که شما اون سناریویی که نوشتید رو اجرا بکنید و با تمام اجزای صورتتون، میمیک صورت، بتونید این موضوع رو، اون حس رو انتقال بدید به مخاطب. ما از شما یه خواهشی داریم، میخواستیم که برای ما با توجه به کلاس‌های بازیگری که رفتید و این همه صدها بار شما جلوی دوربین بودید، ما میخواستیم جلوی دوربین‌های ما و مهمونای عزیزی که اینجان شما به سلیقه خودتون یه چیزی رو پانتومیم کنید و ببینیم که ما متوجه میشیم که توی یه تایم همون 15-20 ثانیه 30 ثانیه
پانتومیم شما، یعنی میتونید به ما بفهمونید که ما شما چی تو فکرتون بوده و اون کلمه رو یا اون جمله رو حدس خودم بزنید. انتخاب کنم چی به باشه. انتخاب خودتون، هر چی که راحتی روش تمرین دارید یا بازی کردید با دوستانتون. من که کلا تو زندگی فکر کنم 2 بار بازی کردم پانتومیم، چون همیشه سر کار بودم، مثلا وقت نمی‌کنم بازی کنم. ولی آره یعنی تایم کاریتون اینقدر زیاد بوده که به بازی دیگه حوصله‌ش هم اینقدر خسته می‌شدم. یعنی مثلا شما مافیا هم بازی نمی‌کنید؟ اونم فکر کنم 1-2 بار بازی کردم. هر چیزی رو اولش بلدید؟ می‌خوایم بازی کنیم؟ نه نمیرسیم به حد نصاب اینجا رو استیج. نه بلدم ولی همیشه میبازم. همیشه میبازم. خب این پانتومیم چطوره؟ فکر کنم اونو به خاطر البته خیلی شاید بخاطر شاید به خاطر اون بازی که نکردید نباشه. اونجا شونه خالی نکنید. خب البته پانتومیم یکیش من باید اجرا کنم که بقیه باید باهوش باشن که متوجه بشن دیگه. اینم یعنی اگر ما نتونیم همه با هم دیگه بگیم ماها باهوش نیستیم. هوش شما بوده. خب اینو میذاریم به نه هوش شما، هوش بقیه نه. خب چون بقیه میخوان بگن. بقیه هم باید بگن. بله. پس من بد اجرا میکنم احتمالاً. نه حتما که شما خوب اجرا میکنید. ازتون خواهش میکنم که متوجه بشین، بذارید کار جمع شه. قطعاً با شما میتونیم که متوجه بشین. پس با جنگ شوشو میبینیم پانتومیم خانم مائده رو. بیستم. خواهش میکنم. بله ببخشید که من نشستم. خواهش میکنم. تو خود باهوش باشید بذارید. حتما. خیال راحت باشید. خب یک کلمه است. بله یک کلمه است. اشاره که نمیتونم بکنم. یعنی حرف بزنید؟ نه آره دیگه نمیتونم. میگم واقعا استعدادی ندارم تو پانتومیم. یه دقیقه صبر کنید. چه شکلی بود؟ نه بذارید دو دستی این الان پانتومیمه؟ یه دقیقه صبر کنید، هولم نکنید. کوزه. من متوجه نشدم خانم. میگن یه گربه است. گربه است. گربه خشنه. برم بالاتر. گربه خونگیه. گربه خیابونیه. گربه‌ای که داره گاز میگیره. من واقعا در این حد میگن نه هنوز قبول نکردن. نه اگر کسی متوجه میشه بگه لطفاً. اینجاست. الان اینجا گربه داریم ما. این نقشه ایرانه. ایرانه. به نام نامی اسمت برمیخیزیم به احترامت. رخصت. به احترام ایران لطفاً. یه جوون خیلی خوش‌صدا رو میخوام دعوت کنم بیاد روی استیج که یه کار خیلی خوب برامون بخونه. بعدش با هم دیگه ادامه ماجرا رو بریم. موافقی؟ به افتخار آقای صدرا شریف.
اگر بچه‌های تصویر آماده هستن ما یه سری تصاویر به شما نشون میدیم، شما در مورد هر کدوم از این شخصیت‌ها لطفاً یک جمله به ما بگید. یک جمله یک کلمه؟ نه، اگر دوست داشتید کلمه باشه ولی اگه جمله بشه قشنگتر میشه. آماده ای؟ بله. با همدیگه میبینیم تصاویر رو. نفر اول خانم مائده. با پشتکار جسور. با پشتکار و جسور. بریم عکس بعدی لطفاً. حس خوبی بهشون ندارم اصلا از آدمایی که منتقد میکنن وقتی یه نفر دوستشون ندارم دیگه. البته من بهشون بگم خیلی دیس میکنن همه رو. البته من فنشونم آره، به خاطر اینکه من فکر میکنم تا انتقاد نباشه سازندگی به وجود نمیاد. بریم عکس بعدی لطفاً. بی‌نظیره. من که شخصا عاشقشونم. بی‌نظیر. کافی؟ کافی. بله، بریم عکس بعد. دوره عاشقش شدم. این چیه؟ ایشونو نمیشناسی؟ دوست دختر اون آقا هست که والا من نمیدونم دوست دختر کیه ولی میدونم که کیه، چون با این لباس. کیم کارداشیان؟ بله، خانم کارداشیان هستن. من این عکسو ندیده بودم. قبلی هم آقای آلپاچینو بودن. بله بفرمایید. دمش گرم دیگه، چی بگم؟ دمشون گرم. بله، عکس بعدی لطفاً. کارشو بلد بوده. زیبا، با استعداد، جذاب، همه چی تموم. بله، چقدر آیتم گفتید برای خانم شاکر دوست. بسیار هم عالی. عکس بعد لطفاً. خوش صدا و تمام. خوش صدا و تمام. صداشون خیلی قشنگه. بسیار عالی. فکر کنم دیگه عکس دیگه ای نداریم. داریم؟ عکس آخر رو لطفاً به من اشاره بکنید که این آخرین عکسه. یکی دیگه هم هست. بله. زشته که ایشونو نمیشناسم من، چون اهل این چیزا نیستم. ایشون توی صفحه مجازیشون یه جمله بسیار شیک و معروف نوشته بودن حالا با توجه به اینکه شما گفتید من نمیشناسمشون یادم افتاد. بله. نوشته بودن نام و نام خانوادگی مهم نیست، نان و نان خانوادگی مهم است. چه جمله‌ای. اجازه بدید من یادداشت کنم. خواهش میکنم. قهرمان کشور آقای رسول خادم. قهرمانشون تو چی بوده؟ کشتیگیر هستن. بله. خب من اصلا و بسیار نیکوکار و هر جایی که به کمک احتیاج هست آقای رسول خادم و آقای پرویز پرستویی اونجا حضور دارن. عکس آخر رو با هم دیگه ببینیم لطفاً. یه دونه دیگه هم هست، یه دونه دیگه هم. این منم. یه ذره برام آشنا ایشون. به نظرم شما یه جمله در مورد این عکس. بله، خودم هم سورپرایز شدم که عکس من بود. واقعا به نظر من ایشونم با استعداد و همه چی تموم. خواهش میکنم. شما محبت دارید. آقای بیرانوند انسان بامزه‌ای هستن. یه سری از شعارشون رو دیدم. آخه من فوتبال نگاه نمی‌کنم ولی یه سری از شعار رو دیدم بامزه است. آدم بامزه‌ایه. آقای بیرانوند بسیار بامزه است. درود بر شما. مرسی. یه دست به افتخار خانم مائده بزنید لطفاً. شعر یادت نره رو با خانم مائده میخوایم اجرا بکنیم. اگر من بد خوندم شاید با خوندن درست، ملودی درست، شاید یادشون بیاد بقیه رو، چون ادعا کردن و توی صفحه اینستاگرامشون خیلی از کارهای خواننده ها رو خوندن. یه سری آهنگای معروف رو آوردم که بچه‌ها به من دادن من بهتون بگم. واقعا معروف باشه دیگه. آره، تقلبم کردم چون بعضیاشو خودم هم حفظ نیستم. من بیت اولشو، مصرع اولشو میخونم، شما همون مصرع دومو بخونید. این صحت میذاره روی اینکه خیلی از شعرها رو حفظید. آها. اوکیه؟ بله. بسم الله. از کجا شروع میکنیم؟ از حالا که تنهایی داره رفیق تنهایی میشه. اصلا نشنیدید؟ کتاب بود. من شاید بعد خوندم. صدرا جان کمکشون میکنید که این چجوریه؟ شاید با ملودی یادشون بیاد. صدرا جانم فکر کنم یادشون مزاحمتون شدید. میخواین از هومن کمک بگیرید. هومن جان شعر اینه خانم مائده. حالا که تنهایی داره رفیق تنهایی میشه. من به دنیا آمده بودم. فکر نکنم. ملودی رو گوش کنید.
اینو بلدی؟ آره. پس ادامه اون چی بود؟ اینجاش هم اینم تو اینه. حالا بگید، از اینجا بگید. هر وقت باید از اینجا باید برم بریزم به اونجا. حالا که دلتنگی، حالا که دلتنگی داره رفیق تنهایی میشه. داره یادشون میاد یواش یواش ها. یادم نمیاد. واقعا آخه قدیمیه. حالا شما خب اولیشو نتونستم. بابا آخه قدیمیه. خب جدیدتر هم میگم بهتون. آره عالی. خب مرسی. من فکر میکنم تمام سالن و بیننده‌های توی خونه همه این آهنگو دیگه حفظن. درسته؟ بله. بسیار موزیک زیبایی بود، فقط قدیمی بود. من زیاد قدیمی گوش نمیدم. خب یه کار دیگه ای میخونم که خیلی شاید برای شما آشناتر باشه. بله. چون همشون که معروفن. این حساب نکنید اینجا. آره یکی دو تاشو حذف کردم حتی توی ذهن خودم. به این رسیدم. برای من نوشته گذشته ها گذشته. کی نوشته؟ میتونم کمکم بکنم که این کار مال عمو نصراللهه. عمو نصرالله کیه؟ عمو نصرالله هم نمیشناسید که کیه؟ خدا. خب این کارم که با خواننده جدید مشکل داری؟ خب نه این کارم که پله میکنه. چی شده اینجا؟ همه چی خوبه. خب خواننده جدید چشونه من؟ یه کاریو میگم که نه بسته کس به من دل. خب بقیه شما. با بگم؟ آره یه بار دیگه. نه بسته کس به من دل. نه بسته دست بنده. توی سرعت و ریتم گفتید شاید در اومد نه بسته کس به من. اصلا چقدر سخت بوده، چقدر اذیت بوده رو استیج. نه بسته کس به من. این کارم نشنیدید حتی. نه. پس اینا که قدیمی میخونید بلد نیستم واقعا. یه کاری میگم با اینکه قدیمی شما شنیدید. من بلدم. بفرمایید. این کار دیگه قدیمیه ولی شما شنیدید و هم دیگه کاملا بلده. بازم شرار دلا رو دیوونه کرده. مامانش مهاجر عروسکی جانه گرده. خارشون خواهش میکنم. این تو سنم بود دیگه، اون موقع من بودم. یعنی عمو سیاوش، عمو نصرالله نتونستن بود یکیش. من ازشون از همینجا عذرخواهی میکنم. نتونستن. پس برنده برنامه میشن سیاوش قمیش. دیجی پسنقری. میشه آقا امکان نداره که عوضش کنید. یه چند تا همایون شجریان هم نگفتن. شما هر موزیک جدیدی به همین دیروز هم پخش شده باشه من حفظم. من موزیکای جدید رو حفظ نیستم. میشه شما یه جدید برید وسطش رو نگه دارید؟ خواننده‌شو حداقل شما انتخاب بکنید. نه من اچاف نمی‌کنم در رقم. نه میتونید شما خواننده‌شو انتخاب بکنید ولی به شرط اینکه هر آهنگیشو خوندن وسطش قطع شد شما بتونید بقیه‌شو برید. مرسی دیاره. اصلا نمی‌شه. بخونم متوجه میشم. اگه باشه برای این مثل من بارو پایین کنیم همه شرم مثل شم قشنگه شدم. وقتی میگذره همه زندگی مثل باد شبایی که پیش منی هی بخواب. یه کار دیگه هم بریم و این کارو ببندیم. شما تا صبح جدید بخونید من قدیمی بلد. یه دونه جدید دیگه هم میریم. بفهم. مامانم بلدی دیگه؟ این جدید حساب شد. بله. به دنیا آمدم دیگه. واسه من کل زنده. حالا من صدا خوب نیست. بگی تو. به به افتخارشون. مرسی. میثم علی مردانی هستم با ادامه برنامه شوشو. مهمون برنامه خانم مائده. مرسی. خانم مائده توی صفحات مجازی شما
بچه‌ها گشته بودن دیده بودن که شما خیلی حامی حیوانات هم هستید، درسته؟ بله بله. چه حیواناتی فرقی میکنه؟ نه من همه حیونا رو خیلی دوست دارم و تا جایی هم که میتونم به گیاهخواری نزدیکم. یعنی من گوشت قرمز نمیخورم، ماهی نمیخورم. این سوال بعدی من بود، یعنی من سوال بعدیم حذف شد. من تون حرف میزنم دیگه، میندازمتون جلو. عالیه. خب و اینکه خب پت خونگی هم داری؟ بله، هم سگ دارم هم گربه دارم. اگر همزیستی میکنن با هم دیگه؟ بله همشون با هم خوبه. اگر میتونستم بعد گیاهخوار هستید؟ الان من اینو متوجه نشم. یا سعی میکنید که گیاهخوار؟ سعی میکنم که گیاهخوار باشم، یعنی گوشت قرمز به هیچ عنوان و ماهی به هیچ عنوان نمیخورم، اما لبنیات هم نمیخورم، فقط شیر سویا و شیر فندق و این چیزا، ولی گوشت مرغ میخورم. اونم دیگه چاره ای نیست دیگه، چون که بیشتر از این بدنم جواب میده. البته که میتونید که اون کارم نکنید. میتونم، بله، و ان شاءالله که در آینده دارم کم کم من اینو شنیده بودم، خیلی هم خاص بود. من شنیده بودم که آقای اندی هم خودش گیاهخواره، حالا گیاهخواره و گوجه هم بعدش میاد، کلا محصولات گوجه مثل روبینا هم مثلا دوست نداره. و جالب اینجاست که پتاش هم گیاهخوار کرده. من این خیلی برام چطور ممکنه نمیدونم، این تو صفحش نوشته بود و خیلی جالب بود برای من اتفاق افتاده. و من همیشه برای من سوال خانم مائده، کسایی که گیاهخوار میشن یا اصلا اینجوری سوالمو مطرح کنم، کسایی که حامی حیوانات هستن چجوری میتونن گیاهخوار نباشن؟ مگه آیا فرقی میکنه بین سگ، گربه، گوسفند، گوساله؟ مگه فرقی میکنه بین اینا؟ واقعا من خودم تو این قضیه با خودم تو چالشم که من خب عاشق حیوانام، واقعا عاشقشونم. این که خب اصلا میخوام گوشت قرمز بخورم، یاد چشمای گاو میافتم، قشنگ حالم بد میشه، واسه همین نمیخورم، ناراحت میشم. اما خب اینم که نمیتونم به سگم بفهمونم که تو نباید مرغ بخوری. و الان متوجه شدم که میشه که اونا گیاهخوار باشن. منم خیلی تعجب کردم و دیدم که میشه. مثل که من تا جایی که عقل خودم یاری میکنه سعی میکنم که به حیونا آسیب نزنم. عجیب ترین غذایی که خوردی چی بوده خانم مائده؟ خیلی غذای عجیبی نمیخورم. مثلا کشور خاصی رفته باشی یا مثلا توی ایران غذای خاصی رو تجربه کردی؟ چون که بعد غذا هم هستم یه مقدار. میوه چطور؟ میوه خاص؟ بریم سمت گیاهخواری؟ نه میوه خاصی هم هر چیزی که خوردم الان همه دارن میل میکنن دیگه. والا من چند وقت پیش رفته بودم تجریش، همه جا رو دیدم. من چند وقت پیش خانم مائده رفته بودم تجریش، توی بازار تجریش رفته بودم، میوه‌های خیلی عجیب غریبی اونجا میدیدم، حتی اسماش هم که نمیدونستم چه، و حتی این میوه ها رو ندیده بودم. یه چیزایی مثل بادمجون سفید، انار سیاه، گلابی بنفش، اینا رو تست کردید شما؟ نه، هر سری اتفاقا میریم تجریش میبینم ولی انقدر شروع ندارم. من حتی روم نشد اسمشو بپرسم که این اسما چیه. فوبیای شما چیه؟ توی زندگی همه شاید یه فوبیایی داشته، یه ترسی داشته باشن. حالا ترس از این کم شدن معروفیت و محبوبیت، ترس از تاریکی میتونه باشه، ترس از حیوانات میتونه باشه. این فوبیاه. شما فوبیاتون چیه؟ من فوبیا زیاد دارم. یه دونه از دریا میترسم. از چی؟ دریا. از دریا میترسم. از دریا، اقیانوسا، آب خیلی زیاد، مثلا استخر، مثلا اقیانوس، دریا، ارتفاع، از ساختمان‌های خیلی بلند. ترس زیاد دارم. یعنی از همه اینا میترسین؟ فوبیا دارم، مثلا حالم بد میشه، اینجوری میشم. یعنی مثلا حالا هیچ وقت دریا، مثلا تو قایق هم میترسید؟ مثلا بله، سوار نشدم، نه میترسم. مثلا ساحلم میرم خیلی عقب سوار نمیشید؟ خب از ارتفاع نه، هواپیما رو سوار میشم، تو راه قل هوالله میفرستم یا خدا نمیرم. یا مثلا میتونید از داروهای آرام بخش استفاده کنید؟ نه استفاده نمیکنم، ولی اینطوری هم که به این فکر میکنم که خب ما الان تو ارتفاع نیستیم، ولی اگه بخوام پایین نگاه کنم استرس میگیرم. یه کتابی هست در این زمینه، من میتونم بهتون کمک بکنم. یعنی من که نه، من فقط میتونم معرفی کنم، اون کتاب میتونه به شما کمک بکنه. یه کتابی هست آقای آلنکار نویسندشه، با این کتاب خیلی کوچیک برای کسایی که سیگار میکشن و به محض اینکه حتی موقعی که دارید شما این کتاب میخونید میگه سیگار رو بکشید، بعد منم همچنان بخونید. و وقتی که جالب اینجاست، فقط میگه قول به من بدید تا آخر کتاب بخونید. وقتی که کتابو تا آخر میخونید شما ترک سیگار میکنید بدون اینکه اذیت بشید، یعنی فکر میکنید از اول سیگاری نبودید. و این نویسنده یه کتاب دیگه ای داره به نام اسم کتابش رو یادم نیست، ولی فکر میکنم اسم کتابش پرواز باشه. با اون خوندن اون کتاب شما فوبیای پرواز رو از دست میدید. یه سری عکس به شما نشون میدیم و ویدیو، شما به ما بگید که اینا چه ورزش‌هایی هستش. بله. اولین عکسمون
والیبال با پا. والیبال با پا. بریم عکس بعدی لطفاً. این عکس رو ببینید. والیبال. این والیبال نیست. والیبال هم نیست. توپ نداره اصلا. توپ هم کشته ایستاده. نه ببینید 2 4 6 نفر به 1 نفر هم هستن الان. زو بله آفرین. فقط اسم آره ولی اسم ورزشیش میدونید چیه؟ نوک زبونم ولی کبدی. آفرین کبدی. آفرین. بریم بعدی لطفاً. پرتاب دیسک. بریم بعدی لطفاً. چه ذوقی کردم بلد بودم. این خطا رو نگاه کنید. از اینجا نگه دارید بچه‌ها لطفاً. اینجا از نقطه پنالتی توی فوتبال جلوتره. این چه خطاییه که اتفاق افتاده و پنالتی نیست؟ یه بار دیگه نشون بدید به خانم مائده لطفاً. ببینید چقدر نزدیک به و دیوار دفاعی هم داره. این چجوری میشه که پنالتی نیست و خطا هم اونجا؟ چون هر خطایی توی محوطه جریمه مگه پنالتی نیست؟ من تو زندگیم تا حالا فوتبال ندیدم ولی میتونم از کلمه‌ای که بلدم. آفساید. آفساید نه آفساید نیست. بلد بودم. چون اینجوری نمیشه. خب من واقعا تا حالا فوتبال نگاه نکردم، اصلا هم علاقه‌ای ندارم. توی سالن کسی میدونه این خطا چرا اتفاق میفته؟ بفرمایید. موقعی که دفاع خود تیم به گلر پاس بده، گلر هر جا جمع کنه اونجا نقطه‌ای که خطا. درود بر شما. بله یعنی پاس رو به عقبه. خب شما الان من یه لوازم آرایشی میگم بلدین؟ بفرمایید. آها ای بابا بریم عکس یا ویدئوی بعدی لطفاً. این ورزش اسمش چیه؟ پدل. آفرین. از کجا میدونستی؟ چون میخوام برم. آفرین. درود بر شما. من فکر می‌کردم سر این شما رو گیر بندازم. سر قبلی گیر انداختین. این چه فوتبالی آقا؟ یه دونه دیگه هم بود. پس چی شد؟ پس توضیحات. اسکواش چی شد؟ اسکواش. بله. عکسشو ببینم اسکواش چه شکلیه حداقل. اسکواش نتونستیم تو سیستم بذاریم. خب اسکواش بعدا عکسشو به شما نشون. آره چون می‌خواستم اونجا گیرتون بندازم ولی پدل رو واقعا سورپرایز شدم. بعد میدونید که الان این تیم دست کیه و چه جوری داره هدایت میشه؟ نه. آره این تیمو آقای محمد رضا گلزار دارن میگم جسور رو با پشت. بله اینو دارن هدایت میکنن و تیمای خیلی قوی دارن. با آیتم آخر برنامه شوشو میثم علی مردانی هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی خوش اومدید. هیچ جای خندم میشینه روی لبام، تشنه نوازشم، خسته از بگیرم. وقتی که دستای من گرمی دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میدم و خاک کنی دلهای خیسم رو پاک کنی، تو میدم شاد کنی، از درد آزاد کنی، شاد کنی، تو میتونی اما از درد آزاد کنی، تو میتونی دلمو شاد کنی، منو از درد آزاد کنی. به مرسی ازتون. چه کیفی کردیم. خیلی ممنونم خانم مائده. افتخار دادید. باز هم از شما تشکر میکنم. من از شما ممنونم. مرسی. زنده باشید. به امید برنامه‌های دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزگار خوش. سگو با هستی شب دیوونه وای، چون اینجا همه چی هست جز اختیار.
بگو شوشو بگو شوشو اینجا شوشو هست با علی مردانی